ما 10 تا از امامان 12 تا داریم، شما 10 تاشو نام ببر. امام اول علی. امام دوم چیه چندمه؟ امام دوم کیه؟ خدا. امام دوم خدا. خب امام سوم کیه؟ بنده خدا. بنده خدا. خب امام چهارم کیه؟ نه چی بود؟ پنجم. نه امام چهارم کیه؟ ششم. ششم. خب امام ششم کیه؟ هفتم. خب امام هفتم کیه؟ هشتم. خب میدونم امام هشتم کیه؟ نهم. خب امام نهم کیه؟ دهم. اسمش کیه؟ اسمش امام خمینیه. امام 11 اسمش کیه؟ امام 11. ها؟ امام 11. امام 11 اسمش کیه؟ خدا. خدا. خب میدونم. خب امام 12 چی؟ چهارم. خب اسمش چیه؟ اسمش خدا. هم خدا. خب 3 تا ما امام داریم در سه کل. تا بله. خب حالا میتونی از اول همه رو سری بگی اسمشون؟ چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم. خب اسمشون رو بگو. 11. اسمشون رو بگو. خدا. اسم خودت چیه؟ زبی‌الله محمدی. زبی‌الله. خودت امام چندمی؟ پنجم. امام پنجمی؟ بله. خب خیلی خوشحال شدم عزیزم. سال خوبی داشته باش. شماره کارت بده برای کجا میشه ببینمت؟ نبی فرانسه میشه کارگر. الان ایدیم خوندم. الان پیشم نیست. نیست؟